اشاره به جنب و جوش و صدای پرندگان داره و بعد یک تم خاطره انگیز و بعد یک تم شاعرانه و عاشقانه و تغزلی و بعد جای خودش رو به یک تم دیگری میده که به یک ترتیب دیگری هست، حتی یه اشارتی به اون مارش آغازین داره و بعد دوباره منوئه با رنگامیزی و با در واقع واریاسیون دیگری از اون ایدا و دوباره تریو یا بی بعدی که واریاسیون دیگری از اون ایدایی است که اونجا شنیدیم و بعد سرآخر در واقع اون منوی آخر که حکم کدا رو هم داره، ولی هرچه به جلوتر